سلام، خوش اومدید به اولین قسمت از نقد و بررسی یوتیوبرها. بدون معطلی میریم سر ویدیو. میا پلیز، یوتیوبری که خیلیاتون دوستش دارید، دنبالش میکنید و طرفدارشید. راستش زیاد ویدیوهاشو ندیدم، ولی طی یکی از ویدیوهاشو که داشتم میدیدم کیفیت خوبی داره، فیلمبرداری عالیه، ادیتا خفنه و یه جورایی که میتونه آدمو سرگرم کنه محتواش. حالا اگه ارزش دیدن داره، شما داخل کامنت ها این دفعه به من بگید ببینم یا نبینم. میا تقریبا 613,000 تا سابسکرایبر داره، 382 میلیون آخرین باری که چک کردم ویو داشت و ویو باور نکردنیه، واقعا خیلی خفنه. و اینکه یه نکته‌ای که هستش، نمیدونم یوتیوبرها ازش میترسن یا کارش خیلی خفنه، چون من ندیدم کسی بهش انتقاد کنه و از هر کی میپرسن میگن توی دسته عالی قرارش میدن، میا و کومان. حالا نمیدونم داستان چیه. اگه بازم راجع به این چیزی میدونید، راجع به این چیزی میدونید، داخل کامنت ها بهم بگید. سعید والکوور توی ژانر جنایی، تخیلی و ترسناک یکی از خفن تریناست. سعید کارشو از آپارات شروع کرده، به گفته خودش ویدیوهاش پاک میشده، درآمد خاصی نداشته از آپارات، برای همین تصمیم میگیره یوتیوب شروع کنه. وقتی میاد داخل یوتیوب، عموما اکثر یوتیوبرها ماینکرافت و کانتر بازی میکنن. خب سعید هم همین رویه رو پیش گرفت و یه سری بازی‌ها ترسناک اضافه کرد. طی اتفاق مومو که شاید بعضیاتون بدونید بعضیاتون هم ندونید، یه دونه ویدیو راجبش درست کرد و خب این ویدیو ترکون چنل سعید اومد بالا و همون رویه رو ادامه داد تا الان که به 439,000 تا مخاطب رسیده، تقریبا 86 میلیون ویو داره و این خیلی خفنه. آخرین فعالیتش 10 روز پیش بوده، یعنی آخرین ویدیوش، و به کسایی که به ژانر تخیلی، ترسناک و هیجان انگیز علاقه دارن توصیه میشه. توی سبک خودش تاپ ترینه. یوتیوبر بعدیمون افشار تیکه. همونطور که از اسمش معلومه قبلا تیک تاکر بوده. رنج سنی مخاطباش معمولا بین 14 تا 25 ساله. اگر محتواشو دیده باشید متوجه میشید که سنای بالاتر تیست و سلیقه‌شون نیست همچین محتوایی. و اینکه صادقانه بخوام بگم خیلی ضعیف شده، محتواش خیلی پیش پا افتاده، خسته کننده و یه چیزاییه که انگار فقط برای درآمدزایی داره ویدیو درست میکنه، یعنی هیچ ایده خاصی تو ویدیوهاش نداره. قبلناشو نمیگم الانشو میگم، الان خیلی افت کرده. ویدیو قبلنشو دیدم، تقریبا 90% ویدیوهاشو دیدم و سر همینه که میگم افت کرده. قبلنش خیلی خفن بوده. اگه دوست دارید پیشنهاد میدم ویدیو قدیمیشو ببینید، معمولا از 2 ماه گذشته. ویدیو 2 ماه گذشته 106 تا ویدیو آپلود کرده، با این حال 158,000 تا سابسکرایبر گرفته، 95 میلیون 328,000 تا ویو داره. ولی با این حال بازم تو اینستاگرام فعالیتش قویه به نظرم، فان هنوز. ولی خب یه چند مدتی هم هست فعالیت نمیکنه داخل اینستاگرام. حالا نمیدونم بخواد ویدیو جدیدی بذاره یا نه. رسیدیم به نفر آخر لیستمون، وینی ویت. شخصی که حداقل یه بار ویدیو بلایند دیتیشو دیدیم هممون. البته حاشیه‌ای که داشتم بی تاثیر نبود، حاشیه بزرگی هم بود، ولی گذشته هر کی به خودش مربوطه، زیاد توش نمیرم. قبلا ویدیو مسابقه خیابونی میگرفت، حالا نمیدونم اسم دقیقش چیه، حالا تو کامنت ها اگه کسی میدونه بگه. ولی نقطه اوج شهرتش همین ویدیوهای بلایند دیت بود. صرف یه زمان کوتاه خیلی ترکون ویدیوش ترند شد و هر جایش سوشال مدیا میرفتیم ویدیوهاش بود. نمیتونیم منکر این بشیم که ویدیوهاش نیست. و خب همینجوری داره قوی ادامه میده، با اینکه محتواش کپی از کامیونیتی آمریکاست که غالبا 90% ویدیوها و ایده هایی که داخل کامیونیتی ایران هستش کپیه. یعنی اینکه ما کپی یا الهام گرفتنه، بیشتر میشه گفت الهام گرفتن. شاید این ویدیو خود منم الهام گرفته شده باشه. یعنی اینکه چند تا یوتیوبر رو دیدم می اومدن یوتیوبرهای مختلف رو دسته‌بندی میکردن، عالی، خوب، مزخرف، همچین چیزی. منم گفتم بیام نقد و بررسی کنم، یه چیزی اطلاعاتی که دارم و با شما در ارتباط بذارم. در کل بخوام بگم ویدیوهاش ارزش یه بار دیدن رو داره، ولی ترجیحاً کاراتون رو انجام بدید بعد ویدیوهاشو ببینید، چون اونقدر محتوای دلیل کننده ای نیست که کار عقب مونده‌تون رو ول کنید و بیاید ویدیو وینی رو ببینید. مرسی از همتون. اگه دوست دارید پارت 2 این ویدیو ساخته بشه تو کامنت ها بگید. اگرم دوست ندارید من بازم پارت 2 رو میسازم.
ممنون از همتون. لایک یادتون نره.